دوستان، حسین افکاری هستم. خیلی خوش اومدید به یه بازی جدید و پرهیجان، بازی ماشین بازی ایرانی. پیشاپیش عیدتونم مبارک. و ما چند تا ماشین داریم اینجا. اولین ماشینمون پراید هسته، دومیش 405 و سومیش یه ماشین کلاسیک قدیمی، پلاکش ایرانه، نمیدونم چرا. و چهارمی بنزه زرد رنگه. حالا ما میگید شاید با اینا باید چیکار کنیم؟ با اینا باید از این مانا ردش کنیم. اولشون اینجا از این مسیر آفرودی میرن و این مسیر، این سادهشه اون سختشه. اول از ساده میریم، بعدش از سخته میریم، ببینیم کدوم ماشین میتونن چیز کنن. چالش های بعدی میام اینا رو تست میکنیم. حالا برو بریم سراغ ماشین اول. ماشین اول پراید هستش. سوار پراید میشیم و حرکت میکنیم. اول از مسیر ساده حرکت میکنیم. میدونیم بعد نه و آها خطمترین داشتم بگم پراید خوب رفت، ولی من دیدم کدو صافی داشت، ولی من بهش چیکار رو میدم حق باشه چون من نمره بده و بریم سراغ ماشین بعد بذاریم سر جاش. بریم سراغ ماشین بعدی. بریم ماشین بعدی چیه؟ این از پراید. برو بریم سراغ 405. برو بریم ببینیم 405 چه میکنه. من پراید یادم مانوهای سختی که دارم. وایس 405 اینجا میذارم. پراید یادمون رفت. و مانع دوم با پس نمره بهش نمیدیم. خب بریم سراغ 405 ببینیم 405 چه میکنه در مقابل این مانعها. دوستان باید یه ویدیو میدیدم که میخوام بهت نشون بدم که پولامو چطوری پس انداز میکنم. من اپلیکیشن میلی رو نصب کردم و پولام طلا میخرم. باش میگم اینو میبینی، این شمشه طلاست. تو هم میتونی با میلی تو 24 ساعت شبانه روز فقط با چند تا کلیک طلا بخری و بفروشی. باشه تو رو خدا باشه. چی میخوام؟ برو نخواستم. برو بچه بعدا من اینا رو میخرم که دیگه مجبور نشیم بگیریم. چون 405 رو سوار شدیم. برو بریم ببینیم چه میکنه 405. 405 گفتم همین اول گیر کرد. نه 405 خوب داره میره، فقط یکم بعضی جاش گیر کردش. خب به 405 از 10 بهش ببین خوب رفت. 5 من میدم، 5 بهش میدم. خوب رفت، فقط یه جایی گیر کرد یه کوچولو. بذار چپ سیب نداره. اون 5 گرفتیم. خب بریم سراغ ماناهای سخت. از این به بعد برگشتم میذاریم.
برو بریم ببینیم چه میکنه 405 در مقابل مانع سخت. اوه تعادلش داره از دست میده. 405 بله 405 خوراکیشو رفت. اینم بهش من 6 میدم. خدای خوب رفتش و الان تموم نمیشه که 405 برگشتش هم باید بره. آقا بیاید برگشت نزدیم طولانی میشه. آقا برگشت نزدیم 405 همینجا که نه بریم و جلو پارکش کنیم. وای ماشین بعدی ماشین کلاسیک است. ماشین بعدی ماشین کلاسیک است. وای وایسا سوار ماشین بریم سوار ماشین کلاسیک بشیم. ماشین کلاسیک با صدای آهنگرازه. برو ببینیم ماشین کلاسیک چه میکنه و آب خوردن 10 از 10 و باید ببینیم که و اینم بگم که بنز 100% من مطمئنم میگم اگه اینجا رو 10 از 10 بگیره میره با بنز و باید چیکار کنم. چالش بعد اینه که باید اون شیبون ببینین جلومه دقیقا جلو پرایده اونو باید برم بالا. هر کی اونو بتونه ببره و تا آخرش بره برنده کل چالش بده بنزوین. حالا اگه این بتونه بره مگر نه نتونه دیگه بنز بازی برده. برو بریم ببین چه میکنه. او از مانا خارج شد. دیگه از مانا خارج شد. آقا از اون ببرش از مانا خارج شد. باخت کلاسیک باخت. و واسه سلطان و آخرین ماشین یعنی بنز. ببین کلاسیک خوب نبود از مانا درست خارج بد نرفت. خب ما 12 بشیم هر دوتاش رو 10 میدم. حالا بریم سراغ بنز ببینیم چه میکند. سوار بنز گیر کرد.
اصلا غیر منطقیه. یا خدا بنز نتونست بره، تازه داغم کرد. واو یعنی کلاسیک برد. واو باورم نمیشه. چالش بعدی این شیبه. همچنان من بنزو میارم چون میدونم مناسب آفرود نبود. یه بار توی ویدیوی توییتر رو میارم و ازش ویدیو میگیریم. و قسمت دوم اون بازی هم که تو چند تا بازی بود یادتون واسهتون گذاشتم، اونم داره میاد و برید ببینینش. حالا فعلا این بازی رو داشته باشید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.